درود بیننده های عزتمند تلویزیون تاجیکستان. برنامه نوبتی سیاسی و تحلیلی در موضوع روز منظور شماست. علم و دانش روشنگری پیراهای حیات و وسیله سعادتمندی و پیشرفتی هر جامعه است. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان در ظرف سالهای صاحب استقلالی به مسئله رشد بخشیدن علم وطنی توجه ویژه روانه نموده در این زمینه دستاورد و کامیابی های نظررس به میان آمده است. واخوری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف کشور سنه 3 می سال روان بار دیگر بازگوی دوام منطقی همین توجه خاصه حکومت مملکت به ساحه علم باشد. در این برنامه با مقصد شرح و تفسیر ملاقات پیشوای ملت با اهل علم و معارف کشور راه و وسیله های همه‌جانبه رشد بخشیدن علم وطنی با یک گروه آموزگاران از دانشگاه آموزگاری تاجیکستان همصحبت می‌شویم. همصحبتان ما هستند سعید جان زبیدالله زاده، میرحتا کامل زاده، قابل جان ابراهیم زاده، جمشید ولی زاده و فریدون کنجزاده. خوش آمدید به برنامه. اهمیت و نقش ملاقات پیشوای ملت را با اهل علم و معارف کشور بهر رشد بخشیدن علم وطنی چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر زیاد. من هر یک ملاقات هایی که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میگذراند در سمت رشد ساحه علم اهمیت خیلی کلان دارد و این میتواند که در رشد ساحه‌های گوناگون در امروز و آینده جمهوری تاجیکستان اهمیتناک باشد و ملاقاتی که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان 3 می سال 2024 با اهل علم و اهل آموزگاران گذرانید، این ملاقات واقعا یک ملاقات تاریخی هست، زیرا که این ملاقات یک قطار سمت‌های مسئله‌های رشد ساحه علم تاجیک از زمان صاحب استقلالی و تا امروز بربری‌ها، موفقیت‌ها و حتی ایرادهای پیشوای ملت نیز در این ملاقات صورت گرفت و این میتواند که در رشد علم تاجیک در امروز و در آینده اهمیتناک باشد. ما امروز جمهوری را به رشد ساحه علم پیش برده نمیتوانیم. علم و دانش پیش برنده در هر یک دور زمان می باشد و برای هر یک ملت علم دانش اهمیت خیلی کلان دارد. در زمان امروزه جهانی شوی در عصر 21 که علم و تکنیک با سرعت ترقی کرده ایستاده است، ما تنها می توانیم موفق شویم در زمان جهانی شوی امروز با علم خود. اگر ما به تاریخ نظر کنیم، ملت تاجیک در گذشته دارای علم و دانش بلند بود. در علم جهانی بزرگان ملت تاجیک اونقدر نقش و موقع بزرگ گذاشتند، از ابوعلی ابن سینا و بیرونی و دیگر دانشمندانمان اگر امروز ما نظر کنیم، هر یکی آنها در رشد علم جهانی نقش خیلی بزرگ را گذاشتند. چرا امروز ما دوام دهنده کار آنها نباشیم؟ چرا امروز ما نتوانیم که در رشد علم تاجیک، در رشد علم جهانی نقش بزرگ را گذاریم؟ و جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی تشبس‌های بزرگ سازنده را پیش گرفتند، هدف‌های بزرگ سازنده را پیش گرفتند. یکی از این هدف‌ها این به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی و صنعت‌کنانی با سرعت در جمهوری. ما این هدف‌های بزرگ را تنها با رشد علممان می‌توانیم که در این سمت‌ها موفق شویم. یعنی که از گفتن‌ها امروز باید ما در عمل اجرا کردن آن گذاریم. یعنی که در عمل ما امروز باید اهل علم امروز باید کادرهای جوان را در سمت ساحه علم جلب نمایند
و آنها را دستگیری کنند و تا که آنها توانند که در رشته‌های گوناگون تحقیقات‌های علمی برند و در آینده در رشد علمی تاجیک نقش و یک موقع خیلی بزرگ خود را گذاشته باشند. در هر دور زمان علم این محرک رشد ساحه‌های مختلف خواجگی خلق می‌باشد. اگر ما به تاریخ پرقناوت ملت تاجیک نظر نماییم، مخصوصا در عصرهای 9 و 10 در زمان دولت سامانیان نیز در برابر رشد ساحه‌های مختلف کشور نیاگان ما به رشد علم توجه خاصه ظاهر نمودند. علم و فرهنگ زمان سامانیان یکی از دوره‌های خیلی مهم و کلیدی در تاریخ نیاگان مردم تاجیک دانسته می شود و از این برمی‌آید که در آن دوران راهبران این سلاله در برابر دیگر کارنمایی‌های خویش به رشد علم و فرهنگ نیز توجه خاصه ظاهر نمودند و این کامیابی و بردباری‌هایی که عالمان و محققان آن دوران به دست آوردند آنها زمینه گذاشتند تا در عصرهای بعدی نیز آنها ادامه یابند و امروز ما البته نسل امروز از دستاوردهای بزرگ این نیاگان خود خیلی افتخارمند هستیم و در این زمینه برگزار گردیدن ملاقات پیشوای معظم ملت با اهل علم و معارف کشور نیز یک زمینه میگذارد تا مسئولین این ساحه ها باز هم یک قدم استوار برای فردای درخشان کشور گذاشته باشند. حکومت جمهوری تاجیکستان علم را محک اساسی رشد دولت و جامعه میداند و به این خاطر البته پیشوای معظم ملت با برآمد پرمحتوای خویش تمام نقطه های این ساحه را به مسئولین بیان نمودند، از دستاورد و کامیابی ها تا کمبودی ها و حتی حل مسئله با کدام راه به ما امکان میدهد و این نقطه ها البته از جانب مسئولین شنویده شده است و در این سمت نقشه چاره‌بینی ها نیز ترتیب داده شده است که در روند عملی گردیدن آنها امید کامل دارم که البته علم جمهوری تاجیکستان علم وطنی البته باز هم بهتر و خوبتر رشد خواهد نمود و این ملاقات یک از آن ملاقات های است که از جمله جوانان و نورسان را در سمت آموزش علم بیدار نمود، زیرا که همه نسل امروز در روند آزمون های گوناگون جمهوریوی که برای آموزش علم یعنی که برگزار کرده می شوند در آنها اشتراک می نمایند و این ملاقات نیز ادامه همان تصمیم های هستند که به خاطر باز هم بهتر خوبتر براه ماندن این ساحه مهم کشور ساحه علم و در برابر این به دست آوردن کامیابی های مختلف در ساحه های خواجگی خلق براه مانده شده است و البته این یک از آن ملاقات های می باشد که در آینده نزدیک آن ثمره خوب به بار خواهد آورد. وابسته به تحکیم بخشیدن رابطه علم با استحصالات، یعنی یکی از مسئله های بسیار مهم است و پیشوای ملت هم وابسته به این مسئله تاکید نمودند ضمن ملاقات. یعنی از نگاه شما کدام راه و وسیله ها می تواند مساعدت نماید که رابطه علم با استحصالات قوی گردد، تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات خب بیشتر و بیشتر به وجود آید؟ جمهوری تاجیکستان دارای بزرگترین ذخیره های طبیعی هستند که این رو ما در دیگر دولت ها قریب نمیبینیم و ما باید آن رو در عمل در سمت رشد دادن ساحه صنعت خود باید آن رو استفاده بریم. آن را در اساس چی ما استفاده برده میتوانیم؟ در اساس عالمان دانشمند، عالمان اختراعاتکار، عالمانی که توانند آن را در عملیه اجرا کرده توانند و به همین خاطر ما باید در این راه برنامه های نو، لایحه های نو را براه مانیم و عالمان را جلب کنیم و جوانان را باید ما جلب کنیم تا که ما توانیم در این سمت موفق شویم. و من باز اینجا گفتم میگذارم که ما داریم با جوانان بالای قد، فقط آنها را جستجو کرد، با آنها کار برد و عالمان ما در اینجا ما توجه میکنیم که بیشتر با آنها کار برن، با اون جوانان با آن را آماده کنن، تیار کنن تا که ما
توانیم که از همون نظریه با عملیه گذاریم و در صنعت خود و در سمت ساحه خود موفق شویم. در گذشته که ملتی موفق بودیم در ساحه علم و امروز هم باید رو اثبات کرده توانیم که ما موفق هستیم و در سمت ساحه‌مون میتونیم که در رشد دادن ساحه علم موفق شویم، مخصوصا در سمت ساحه صنعت. همون هدف چهارم اینه که صنعت کنونی با سرعت. سطح آموزش علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی میان جوانان باید بلند برداشته شود، چون آموزش علم‌های دقیق یکی از وسیله‌هایی است که به همین وسیله جوانان ما بیشتر رو میارند به اختراع‌کاری و نوآوری و به همین خاطر هم ببینید دوام سالهای صاحب استقلالی حکومت مملکت اقدام و تدبیرهای موثر را روی کار آوردند. با مثال اعلان 20 ساله آموزش و رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020 تا 2040، خب اعلان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت، این اقدام ها از جمله اقدام هایی اند که بدون شک به خاطر جلب نورسان و جوانان به آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی سهم خود را میگذارند. از نگاه شما باز کدام راه ها مؤثر بوده میتوانند به خاطر که نورسان و جوانان بیشتر به آموزش علم های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی رو بیارند و با این وسیله میتوان زمینه استوار را به خاطر تطبیق همه‌جانبه دستاوردهای علمی در استحصالات فراهم آوریم؟ ما بعضا ناحیه‌های دوردست، یک دهه دوردست وقتی نظر میکنیم، در اون مؤسسه تعلیمی ساخته به استفاده داده شده است که تمام شرایط تو حتی برای رشد علم‌های دقیق، سیمخانه‌های فیزیکا با همون لابراتوری‌هاش، سیمخانه‌های شیمیا با لابراتوری‌هاش، ما تمام شرایط از زمان صاحب استقلال تا امروز مهیا کرده شده است برای رشد ساحه این علم‌ها. سال 1997 حکومت جمهوری تاجیکستان اصلا اقدام بزرگی پیشوای ملت محترم امام رحمان با رشد ساحه علم رو آوردن جوانان کوتای پرزیدنتی رو برآورد که این یک اهمیت خیلی کلان دارد در این سمت و دیگر تدبیرهایی که من سازندگی ها و شرایط های مهیا کردن برای رشد ساحه علم معارف در جمهوری مهیا کرده شده. اکنون ما وقتی آن رسیده است که برای رشد این علم های دقیق که کلید اساسی و محک اساسی هستند برای رشد ساحه صنعت ما و برای رشد ساحه تکنولوژی ما در زمان امروزه، برای جوانان رو نسل امروزه رو با این علم ها رو آوردن، من فکر میکنم که این از اویله سرچشمه میگیره. اینه که در اویله باید امروز هر یک پدر و مادر فرزندان خود را با رشد علم آموزی چکار کنند، هدایت کنند، جلب کنند و با اونها در این راه کمک کنند و تربیه کنند، زیرا که در این سمت هم اویله و هم جامعه هم مکتب و در آینده مکتب اولی من متحدی و یکجایی این مسئله ها میتونند که در این ساحه ما موفق شویم و هر یک پدر مادری که فرزند خود رو با رشد این علم ها جلب میکند و شرایط مهیا میکند و دیگر مسئله ها رو مهیا میکند و میتواند که کودک از همون خوردی در اویله با این علم ها توجه داشته باشد. اکنون کار دیومی رو که به انجام میرساند وقتی که خواننده به مکتب میرود، در مکتب هر یک آموزگاران ما امروز وظیفه‌دار هستند که باید جوانان رو، نسل امروزه رو در آموختن علم های دقیق آماده کنند، جلب کنند، هوسمند کنند تا که توانند که به این علم ها رو بیارند. و وقتی که خواننده مؤسسه تعلیمی رو ختم میکند، اکنون ادامه دهنده این کار این مکتب اولی هست که وقتی به این مؤسسه وارد می شود، مؤسسه اولی در اینجا آموزگاران پرتجربه هستند، در اینجا باید جوانان را در این سمت تربیت کنند تا که ما همین زینه ها رو وقتی که گذاشتن میتواند که ما یک جوان رو، یک نسل جوان رو همچون آماده کنیم از این زینه ها در رشد ساحه این علم ها و این میتواند که همین زینه ها رو که اساسا گذاشت آینده از این ما یک
олими соҳаҳои илмҳои дақиқ як ихтироъкори варзидаро тайёр карда бошем. محترم جناب عالی با آموزش زبانهای خارجی در همه ملاقات‌هایشان ذکر می‌نمایند برای پیشرفت علم کشور این دانستن زبانهای خارجی خیلی مهم میباشد. اگر ما در برابر دانستن زبان مادری خود 2-3 زبان خارجی را دانیم، این به ما امکانیت میدهد که دستاوردهای بهترین علمهای جهانی را آموزیم و سرمشق فعالیت خود سازیم. برای بلند برداشتن سطح علم در سراسر مملکت ما را ضرور است که در تمام دانشگاه‌های عالی کشور عملیه نوشتن اثرهای علمی را با زبانهای خارجی بخصوص زبان انگلیسی براهمانیم، زیرا این امکانیت فراهم می‌آورد که هر یک طالب علم، هر یک گویم که اسپیران یا که محقق تواند که دستاوردهای بهترین علمهای معاصر را آموزد و در ساحه خود استفاده برده بهترین کارهای علمی را انجام دهد. رشد علمهای طبیعی دقیق و ریاضی که این علمهای هستند که ما همه وقت باید که نظریه اون رو در عملیات تطبیق کنیم. البته اگر ما علمهای طبیعی ریاضی که امروز هست اگر ما نظریه اونها رو داریم و در عملیات تطبیق نکنیم، این البته دانشمندی نمیشه، چون که همه وقت این علمها عملیات دارن. برای همین من مثلا خیلی که امروز کشور ما البته کشوری اگراری است و با خاطر اونی که ما با کشوری و صنعتی اگراری گذاریم، البته ما باید علمهای دقیق رو بچون چرا خوبتر دانیم و بنابراین هر یک آموزگاری که در بخش علمهای طبیعی ریاضی کار میکند البته باید که شاگردان خودش رو در یک وسیله بسیار هم بلند در عملیات تیار کند که همون وقتی که با استحصالات میرود البته باید دایر به همون اختصاص خودش، کسب خودش معلومات های کافی داشته باشد. لابراتوری مثلا بیولوژی است، شیمیایی است یا طبی است که با تجهیزات های زمانوی جهازانده شدند که البته اگر ما از آنها آموزگاران از آنها خوبتر استفاده بریم، شاگردان رو در همون رویه خودشون پورا آموده سازیم، ما میتوانیم که با این وسیله هم علم کشور رو بلند برداریم و هم میتوانیم اقتصادیات کشور رو بلند برداریم. چون که البته خیلی که میگویم اگر که خواهی که دولت ترقی داشته باشد، خواهی که با پیشروی بسیار هم خوب نویل گرده، البته علم بیشتر آموختن در کار، تحقیقات های علمی رو بیشتر برای موندن در کار. چون که میگوین اون نفری که مثلا علم دارد علمش رو مثلا تقسیم کرده نمیتواند یا با کسی دادن نمیتواند، البته علم نیست. علم بی عمل زنبور بی اثر، یعنی به همون مانند است. برای همین اون نفری که علم دارد باید حتما علمش رو محدود نکند، علمش رو باید همه وقت تقسیم بندی کند. ما امروز آموزگاران وظیفه داریم که اون علمی که در خود داریم البته با شاگردان نشون دهیم، شاگردان برای راست هدایت کنیم و در تربیه شاگردان سهم ارزنده خود رو گذاریم. اشاره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت به اهل زیو در این است که نسبت به دولت و حکومت و تمام نسل جوان که آینده ساز ملت هستند به توجه نباشند و نسبت آنها دلسوز باشند و در راه تربیت نمودن آنها از هر جهت کمک های خیش را دریغ ندارند و تمام آموزگاران و اهل معارف کشور سبب شده می تواند که در حیات امروزه تاجیکستان و آینده تاجیکستان دیگرگونی های کلی به وجود بیاید. زیرا محرک اساسی که استادان حاضر قید کردن علم است در جامعه در دست آموزگاران است و ما آموزگاران باید پیوسته در تطبیق هدف های دولت و حکومت تلاش های زیاد داشته باشیم. شب و روز نسبت
همون کسب خود نسبت آینده نسل جوان بی‌طرف نباشیم و در تطبیق هدف‌های حکومت که در نزد تمام اهل ضیاع گذاشته است همه جانبه کوشش و غیرت خود را انجام دهیم. تمام هدف‌هایی که در سخنرانی پیشوای ملت با کارمندان علم و معارف کشور صدا دادن در تطبیق آینده تاجیکستان نقش کلیدی را می‌بازید. و دوم اینکه وقتی در ملاقات پیشوای ملت اشاره ها گردید که چرا امروز استادان و سابقه داران کسب های گوناگون در تیار کردن کادرهای بلند اختصاص بی توجهی میکنند، یعنی همین نفرانی که در آزمون ها اشتراک میکنند فعالانه بعد آزمون موافق معلومات هایی که پیشوای ملت ارائه کردن بعد آزمون همون آینده همین جوان ها چی می شود به هیچ کس معلوم نیست. یعنی برای در عمل تطبیق شدن علم با عملیه تمام آموزگاران باید راه کشایند برای جوان ها و راهنمایی کنند و جوان ها در اندیشه های استادان ذکر شدن به نهایت جوان های تشبسکار داریم. تنها لازم است که نسل کلانسال برای اونها امکانیت فراهم سازند تا اینکه هدفهایی که در وجود آنها است در عمل تطبیق شود. بزرگترین دستاورد برای هر ملت این نیروی ذهنی است، نیروی انسانی است و همین نیروی ذهنی، همین نیروی انسانی را اگر هدفمندانه توانیم به خاطر پیشرفت تاجیکستان راهنما سازیم، پس این پیش از همه وظیفه آموزگاران و اهل ضیاع است. با تاریخ اگر نظر افکنیم بهترین دانشمندان، بهترین عالمان و بزرگترین شخصیت هایی که در تاریخ نامشون ثبت شدن این مردم تاجیک هستند. دانشمندانی که در رشد علم های هم طبیعی و هم گومانیتاری در تاریخ انسانیت نقش کلان گذاشتگی هستند، مردم تاجیک هستند. به همین خاطر هدف و مقصد هایی که در ملاقات پیشوای ملت صدا داد از همین عبارت است. یعنی چرا ما در گذشته اینقدر دانشمندان، اینقدر شخصیت های بزرگ داشتیم و امروز ادامه دهنده کار اونها ما نباشیم. به همین خاطر مقصد و هدفی که ما در آینده گذاشتن میخواهیم باید که در عملیات تطبیق نمودن آنها در سرچشمه هایی که در گذشته ملت ما صدا دادگی هستند باید اونها را در عمل تطبیق نماییم. باید که در همه ساحه ها نفرانی که در همین گونه آزمون ها اشتراک میکنند از دوره مکتبی به مکتب های عالی و از مکتب های عالی به زینه ماجستراتورا و بعدا به دکتر پی اچ دی یا خود به زینه عنوانجویی به طور دستگیری یعنی که رایگان راهنمایی کرده شوند و این امکان میده تا آنها هوسمند گردند، سعی و تلاش بیشتر نمایند و این یک زمینه مساعدی آماده کردن کادرهای علمی و آموزگاری می باشد. با وجودی آن همه دستاورد و کامیابی ها، آن همه شرایط های ارزنده ای که در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی در دانشگاه و دانشکده ها به خاطر دانش‌اندوزی نورسان و جوانان فراهم آورده شده است، باز در ساحه به خاطر رشد بخشیدن علم وطنی، تطبیق همه جانبه دستاوردهای علمی در استحصالات، تقویت بخشیدن رابطه علم با استحصالات چی پرابلم ها وجود دارد که محض گوییم برطرف کردن همین پرابلم ها، همین مشکلی های ساحه می تواند زمینه گذارد به خاطر باز هم رشد بخشیدن علم وطنی. یکی از راه‌های جلب جوانان به علم این تشکیل کردن برنامه‌های بین‌المللی میباشند، به خصوص بورسیه‌های بین‌المللی. البته در سراسر کشور بورسیه درخشندگان عمل میکند. خوب میبود که در زمینه همین بورسیه باز یگان بورسیه دیگه تشکیل کرده شود، زیرا
دانشجویان پس از ختمی زینی بکالوریت می توانند روند زینی ماجستراتور و زینی دکتر پی اچ دی را در خارج کشور ادامه دهند و صاحب دیپلم گردند و در این زمینه علمی مملکت می تواند رشد کند. برای مثال در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی یک اقدام پیش گرفته شده است که همه ساله دانشجویان به سفر برشوی اکادمی روانه کرده می شوند. این هم یکی از راه‌های جلب جوانان به علم و پیشرفت علم در کشور به حساب می رود. وقتی که ما کادرهای علمی آموزگاری وقتی که در مؤسسه عالی تیار میکنیم و با من مؤسسه تعلیمی روان میکنیم، در مؤسسه های عالی که در رشته های این علم ها که دانشجویان تحصیل میکنند و من امروز بسیار دانشگاه ها رو خودم با چشم خودم دیدم که در اونها همین گونه لابراتوری های علمی هست، مثلا دانشگاه آموزگاری و در همین لابراتوری ها چون که تاکید کردم همون آموزگاران ساحه که درس میگویند همون موضوعی که نظریه میگن باید اون رو در عملیات در لابراتوری با همون دانشجو باید چکار کنند براه مونند. همین کار وقتی که دانشجو میبیند از خود میکند اون وقتی ختم میکند با مؤسسه میانه میرود اونم آموزگار میشود و اون میتواند که وقتی که با خوانندگان در این موضوع ها در این سمت این فن ها وقتی که درس میگوید همون موضوع درس گفتگی خود رو میتواند که در لابراتوری نشان دهد. وقتی که در لابراتوری اون رو نشان داد خواننده چیزی که در بالا گفتیم یک باوری به همین فن بیدار میشود در وجود او و همچنین یک شوقمندی و هوسمندی بیدار میشود و ما باور دارم که اون میتواند همون خواننده آیسته در آینده در همین رشته علمی باز تکرار میشود یا فیزیک است یا شیمی است یا بیولوژی است یا سمت سوای دیگر میتواند که در آینده اون متخصص شود. ما باز تکرار میکنم که ما از همون نظر تو با عملیه نگذاریم تو در لابراتوری کار نکنیم تو همون علم خود رو اثبات نکنیم نشان ندهیم ما نمیتونیم که در رشد علم موفق شویم. بسیار کارهای علمی در رشته های علمی های دقیق امروز حمایه شدند نه که اونها رو ما قریب کم میبینیم که در استحصالات در صنعت اون براه مانده شده باشه عملی شده باشه اما حمایه میکند کتاب میکند یا مونوگراف میکند همین خیلی میموند اون رو ما کم میبینیم که در مثلا صنعت اون براه مانده شده. همین باید که در عملیه اجرا کرد اون رو نشان داد همون اختراع خود رو معرفی کرد تا که یگان سمت کارخانه صنعتی اون رو تواند که گیرد با همون عالم همکاری کند همون نظری اون رو در عملیات در صنعت در استحصالات براه ماند یا اون رو با بیرون نشان داد تا که یگان سرمایه داری بیرون یا داخلی پیدا شد که ما توانیم که همون اومن اختراع خود رو همون تحقیقات علمی خود رو در عمل نشان ده و این متولاتی در سمت ساحه صنعتی ما در سمت ساحه انرژتیک در سمت ساحه دیگری که کلیدی هستند اهمیت اولین درجه دارند در رشد اقتصاد جمهوری میتونه که اون عملی شود و هدف و نتیجه دلخواه دهد و کمبودی همین است که در همین سمت در من عملیه کم در همون لابراتوری ها در عملیه ما کم کار میکنیم و چرا در اون است که همون کادرهایی که ما تیار میکنیم کمتر در همین سمت اونها رو ما آماده میکنیم. شاید در اینجا مسئله کم بودن درس های عملی وجود داشته باشد، یعنی در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی در دانشگاه و دانشکده ها از روی معلومات هایی که هست درس هایی که عملا انجام داده می شود کمتر است از درس هایی که نظریوی انجام داده می شود. یکی از مشکلات اساسی که امروز در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی این نورسایی کادرهای اختصاصمند که امروز هرچند که دانشگاه مثلا دانشگاه آموزگاری یا دیگر دانشگاه آموزگاری دیگری ویاست که ما هم اصلا کادرها آماده میکنیم روان میکنیم لیکن حال هم نورسایی کادر هست به همین خاطر غیر اختصاص دست دادن. البته در اونجا این از روی خصوصا در مکتب‌های دهات
بسیاری از فن‌های هستن که اونو غیر اختصاص دست میخونن بیشتر در روی کدام اختصاص‌ها امروز مثلا نورسایی اختصاص‌های هست؟ طبیعی ریاضی مثلا شیمیا هم خیلی نورسایی هست، فیزیک هم هست، چون که بیشتر مثلا خودی در همین شهر بعضا موارد همین دیرکتورای مکتب‌ها زنگ میزنن در مورد سنتر علاقه میگن که همین اختصاصمندی فیزیک هم با نمیرسد یا اینکه شیمیا نمیرسد، اونو مجبور نشن که غیر اختصاص مونن. وقتی غیر اختصاص رفته مثلا آدم اونجا کار میکنه و شاید در همون لابراتوار خودش کار کردن نمیتونه. با همین خاطر برای اون که همون جوانان نورسان با همون و فنای طبیعی ریاضی دقیق شوق کنیم، باید که در لابراتوار خوب کار کرده همون رو بیدار کنیم. وقتی که ما از مکتب میونه اون رو بیدار میکنیم و با کسبیتش رو از اینو بالو علاقه و خودش معین میکند، هیچ وقت دیگر والدین و نمیگه که مجبور شما رفته مثلا یک جای دیگه خوندید، میگه که من همین اختصاص نقض میبینم، مثلا شیمیا نقض میبینم یا بیولوژی یا که یعنی انتخاب مستقلانه باشه دیگه سراسیمه نمیشه. باید ما طرز فهمونیم، طرز قطعی و کار کنیم که در عملیات تطبیق کنیم. اون دانشجویی که نظریه خودمون در عملیات با همون کودک طرز فهمونیم که باید شوقمند شود و در آینده کسب خودش رو انتخاب کرده تمونه دوند که مثلا ما بارشته شیمیا را مگر مثلا ما با همین هدفوی مقصدهایی در پیش خود گذاشتم نویل میشم یا با بیولوژی یا که جغرافیا کدام چیزی که نباشد وقتی که در دل بچه شوق و رغبت بیشتر میشه البته وقت کوشش میکنند و که شوق نداشته باشند ما را مجبور کردن نمیتونه، لیکن شوق داشته باشه و اصول ها متد و موثر اگر آموزگار استفاده بوده تونه شاید بعد پسر میتونه که به همون مقصدهای خود نویل گردن. یعنی شوقمندی کودک با علم دوستی از آموزگاری صاحب ملکه و کسبی وابستگی عمیق دارد. به همین خاطر نورسایی آموزگاران صاحبی یعنی آموزگاران کسبی یکی از مشکلات های اساسی در ساحه محسوب می شود. در این مورد حتی پیشوای ملت هم اشاره کردن که درست جابجاگذاری کادرها براه مانده نشده است. یعنی در این سمت باید که کادرهای بلند اختصاص وابسته به سمت و رویه هایی که اونها از روی دیپلم فعالیت میکنن باید درست جابجا گذاشته شوند. و دوم این که در جامعه کمبودی در آموختن علم ها و جلب جوانان به آموزش علم پیش رو می آید بی‌طرفی اهل جامعه است و ما باید بی‌طرف نباشیم. تمام قشر جامعه نه تنها فعالیت آموزگاران را به این نوبت گیریم بلکه در تمام نهادهای دولتی نسبت تربیت نسل جوان نسبت آینده ملت باید بی‌توجهی نباشد. سوم اینکه در جامعه هر یک نسل جوان به کمال میرسد این بواسطه به توجه نبودن پدر و مادر نسبت تربیت فرزند خود که فرزند خود رو هر روز از حالش پرسد امروز چیکار کردی با چیکار مشغول شدی. این مشکلی هستند که در جامعه برای جلب نبودن جوانان نسبت علم آموزی است. و آخرین چیزی که در اندیشه من چرخ میزند این خودی جوانان بسیار تنبل هستند، باید به تنبلی رو نبیارند و در تطبیق هدفهای خود باید شب و روز تلاش ورزند تا اینکه همین مشکلی هایی که در جامعه هست عملی گردد. سبب تاثیر رسانی کمی آموزگارا به این نوبت گرفته می شود که همون دانشجو در راه تطبیق هدفهای دولت و حکومت و آینده ملت راههای گوناگون را استفاده نبرده است. و اشاره پیشوای ملت هم در سخنرانی های خیش و مخصوصا در واخوری با کارمندان علم و معارف در همین بود که دانشجو را با تمام هستی خود تربیت کنیم تا اینکه در آینده این ملت رو این دولت رو پاس دارن ارزش هایش رو و در تطبیق هدف های حکومت نقش کلیدی بازیده باشند. یعنی با اندیشه هایی که در سرچشمه های
ادبیات کلاسیکی رخ داده است. نیمتنان راحت جان گفتنی مقولهای خلقی است که دانشجو را با تمام ارزش‌های آن تربیت نماییم که وطن خود است، باید که ما کار کنیم در تربیه وطن و ملت. بله، مسئولیت خود در نزد وطن و ملت و آینده نسل جوان باشد که همین دانشجو روح بلند شود و این هدف ها تنها در دست خود آموزگار است، اهل زیو است که مفکوره ساز است، مفکوره نسل جوان را می سازد و همون جوان هایی که در تربیه استاد قرار دارند از هر رفتار، از هر مناسبت، از هر گفتار استاد برای دلگرم شدن نسبت به وطن، دوست داشتن آن و تطبیق هدفهای خود همون شخص زمینه کلان گذاشته باشد. و فکر میکنم که تمام آموزگاران اکنون این اندیشه هایی که ما میگوییم یک واسطه هست که آموزگاران نسبت به خود سرطلب باشند، شب و روز نسبت به آینده شاگردان فکر کنند و در تطبیق هدفهای حکومت و دولت زمینه مادی یا یک معنوی رو فراهم سازند. یعنی تفکر سازنده آموزگار میتواند سبب شود که تفکر علمی در ذهن و ضمیر نوجوانان و جوانان بیدار شود. باید یک نقطه رو بین‌آورد گرفت که یکی از عامل‌های اساسی این درست انتخاب نکردن اختصاص از جانب دانشجویان میباشد. زیرا در دوران تحصیل در مکتب‌های میانه عمومی خوانندگان وقتی که تحصیل رو به انجام میرسانند، آنها بعداً با توصیه پدر و مادر و دیگر قشرهای جامعه یک اختصاص را انتخاب می نماید، حالا که آن خود خواننده ذوق بیشتر به آن اختصاص ندارد. این از روی معمولیت، یعنی که آن اختصاصهایی که این حال معمول هستند، حقوق شناس و امثال اینها. یعنی انتخاب کسب باید هوسمندانه و هدفمندانه صورت. بله، این باید که هدفمندانه باشد، زیرا همین هدفمندانه بودن انتخاب امکان میدهد که بعداً از آن یک متخصص با تجربه آماده کرده شود. اما وقتی که آنها با توصیه های اطرافیان یک کسب را انتخاب میکند، مخصوصا بعد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی اگر وارد شود، پس آن از تحت دل نه بلکه از روی دل، یعنی که سرسری تحصیل را به انجام میرساند و به همین صاحب دیپلم می شود و این به آن امکان نمیدهد تا از روی کسب خویش رفته در مکتب‌های میانه و حتی در مکتب‌های عالی کار کرده باشد، زیرا که ذوق در این سمت وجود ندارد. اختصاص این از روی هدف نه بلکه از روی هوس بود. عامل دیوم این البته کم بودن دانش در آنها است. ما در تجربه میدونیم که نه همه دانشجو با بهای خوب و اعلا میخواند. البته در اینجا آموزگاران نیز باید که کسبی باشند و از متدهای معاصر تعلیم استفاده نمایند و دانشجویان را هوسشان را به این اختصاص انتخاب کردهشان بیدار نموده باشند. اما آن دانشجویانی که توجه کمتر دارند به آموزش علم، آنها یک از هدفهای دیگرشان این، یعنی که تنها در میان اهل عائله، خویش تبار و جامعه صاحب دیپلم بودن را دارند و خلاص. یعنی که من مکتب عالی ختم کردم، صاحب دیپلم هستم. همین گونه هدفهایی که خشک خالی هستند. اما در میان این دانشجویان خوشبختانه قشری مؤثر دانشجویان این هستند که آنها واقعا به خاطر متخصص شدن در دانشگاه ها وارد می شوند و با بهای خوب و اعلا تحصیل می کنند، در آزمون های گوناگون دانشگاهی، جمهوریوی و بین المللی اشتراک کرده صاحب جای های نمونوی می گردند و همین گونه جوان ها به ما امید می دهند تا در آینده البته ساحه های مختلف رشد نموده باشند.
عامل دیگر این البته آن عامل می باشد که دانشجویان کم توجه به علم‌های مختلف کمتر دارند. آنها کمی فارغ بال هستند در روند آموزش علم. بعضی از دانشجویان و چنان یعنی فارغ بال هستند که حتی از همین تکنولوژی معاصر استفاده نمی نمایند. وقتی که به دانشجو سپارش داده می شود این از دستاوردهای زمان معاصر است، اما دانشجو همان تلفن موبیلی خود را همه روزه استفاده می برد، اینترنت دارد، با تمام شبکه‌های اجتماعی پیوست هست، اما خواهش ندارد که حداقل یک مرتبه همین موضوعی که از جانب آموزگار سپارش داده شده است در همان سامانه جستجویی آن را جستجو نماید و مواد ضروری دسترس نماید. این فارغ بالی آنها را نسبت آموزش علم نشان میدهد و در همین سمت بعدا یک قشر معین جامعه به این نظر هستند که باید که دانشجویان از تلفن‌های موبیلی مخصوصا باید که در روند درس استفاده نمایند، حالان که ما در تجربه میبینیم که دانشجویان حداقل موضوع ضروری را در همون تلفن‌های موبیلی خود جستجو نمی‌کنند، در اینترنت دیگر شبکه‌ها تا جواب آن را پیدا نمایند، در حالی که تلفن خودش دستاورد علمی است. این دستاورد علمی است، لیکن ناگهانه بله. آن را استفاده می‌کند و از جهت علمی حتی نمی‌خواهد بداند که چگونه همین تلفن با وجود آمده است. بله، متاسفانه همین گونه دانشجویان نیز ارز هستی دارند، اما در برابر این خوشبختانه دانشجویانی هستند که در سمت آموزش علم جهد تلاش بیشتر دارند. همین قشر دانشجویان به ما امید میبخشد و این ما را وادار میسازد تا با آنها و در زمینه اینها باز با دیگر دانشجویان نیز کار کرده باشیم، هوس آنها را بیدار نموده باشیم در مثال دانشجویان موفق و با این واسطه ما آنها را به یک سمت روانه نماییم که آنها پی هم زینه های تحصیلات را به انجام رسانند و در زمینه به انجام رساندن کارهای علمی خویش یک دستاورد به دست بیارند که در ساحه صنعت کشور در رشد اقتصادی کشور نقش مؤثر خود را گذاشته باشند. چگونه که پیشوای معظم ملت در ملاقات خویش بیان نمودند، در مثال یکی از مؤسسه‌های مهم علمی کشور شماره معینی نفرانی که در رشته تحصیلات دکتران یعنی از روی اختصاص PhD تحصیل نمودند 3 سال یعنی که آنها استیپندیا گرفتند، اما بعد از به انجام رساندن تحصیل آنها کار علمی خود را حمایت نکردند. این آماری که پیشوای معظم ملت آوردن این خود گواهی از آن میدهد که در میان محققان عالمان نیز نفرانی که در سمت آموزش علم قرار دارند نفرانی هم هستند که تنها به خاطر یک هدف خشک خالی به این سمت وارد شدند، زیرا آنها 3 سال تحصیل کردند، از بودجه دولت استیپندیا گرفتند، اما بعد از این برای حمایت آنها هوسی بیشتر ندارند، کارا تا نقطه نهایی آورده نمیرسانند و همین اراده که از جانب پیشوای ملت گرفته شد امروز البته در مقیاس جمهوری مؤسسه‌های مهم علمی و تحقیقاتی را ضرور است که در این سمت کارهای نظرآس را به انجام رسانند، از جمله در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بهری یعنی موظف نمودن محصلین این رشته کارهای به انجام رسانده شده است که آنها را موظف می‌سازند تا حتما بعد از ختم رشته دکترانتورا از روی اختصاص PhD آنها باید که در مدت 1 سال بعدی کار علمی خود را حمایت نموده باشند. یعنی همین موظف نمودن با طریق شرطنامه باشد یا که با دیگر راه‌ها موظف میکند تا این نفر کار خود را تا نقطه نهایی برده رساند، زیرا در این مدت از جانب حکومت برای این نفری که در زینه دکتر PhD به طور رایگان تحصیل کرد از بودجه مبلغ گرفت
باید کار به انجام رسانده شود و در این زمینه علمی یا خود اقتدار علمی همان مؤسسه علمی باید که بلند برداشته شود و کار علمی به انجام رسانیده در ساحه استحصالات استفاده برده شود. یعنی که در این سمت پیشوای معظم ملت با مورد البته ذکر کردن و این یکی از کمبودی هایی بود که تا به امروز مشاهده کرده می شود و البته امید داریم که در نتیجه این ملاقات برنامه هایی که راه اندازی کرده می شوند، نقشه چاره‌بینی ها در روند تطبیق آنها این کمبودی ها برطرف کرده می شوند. عرض سپاس با شما برای اشتراک در برنامه، برای ابراز اندیشه های سودمند، سازنده و تحلیل و بررسی همه‌جانبه موضوع. خوش آمدید بار دیگر به استودیوی تلویزیونی تاجیکستان. سلام باشید. بیننده های عزتمند، سردفتر ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی میگوید علم به مثال زره است که شما را در همه گونه حالت از آسیب و گزند روزگار حفظ می نماید. دانشان در دل چراغی روشن است و از همه بعد بر تن تو جوشن است. سعادت روزگار و کامیابی پایدار نصیبتان باد.